همین نفهمیدم که نفهمیدم. در بیرون میگردی همه پرابلم دارد فلان بیامد. اینجا می همه رقص رو گویا که یکم پرابلم وجود ندارد. با چی گپ شد رفیق سردار؟ تو قیماب کردی که آخی؟ چی با دیر کردی تو؟ چی با دیر کردی؟ ساعت چند شده؟ ای خونه برو اومدم رفیق سردار. همین بیزنسمنو هم خفا نشن یا خیلیش بهت مرده بود رفیق سردار. ای خونه برو اومدم تلفن فراموش کردم. برو اومدم همسایه بیزنسمن در پیش تو مگجات میبخشی ساعت چند شد؟ 50 سومانی با ارزان نشه میگه. ساعت ها. هیچ که فهمیده نمیشه. من پسر خودم فهمیده نمیتونم. چخیل؟ پسر خودم آخرین کنجا بای هست کو. اکو هوای گفتم که برام اکادمی ملیسا خونه آینده کسب پدرش گیرد گفتم. آفرین. بردیم خیلی یک زورا و توالا کرده. بردیم موندیم یک طولنی میکشیدی. عموما؟ عموما 3 سال شده اونجا خونسوده. یک ماه میرد یک ماه نمیرد. باور کن مردک باری گپ زنم. بچهای دیگه رو میگم که بچه شما تعلیم و تربیتش سوست. بچه کدوم اوای. مردک باری من تو در دل من نگم دکیگم دیگه. 3 سال شد همین عربی شلاخه خودم کشاله کرده برسوری من اونجا با. دین خونه رفتم با همین خیلی یک قطی اوچشم جنگ قطی بچه‌ام جنگ کردم تبم خیره شد. گفتم یک بیرون دروازه برام در قدی کوچه هوای تازه خورم. برام بعد شتام که میبینم کوراتور اکادمیا قطی وای هست کو. نیم حافظ نیم ملیسا دارن کو. امروخان. دیگه نفهمیدم وای ملیسام یا حافظ دیگه نفهمیدم خیلی. چی گپ شده است؟ یا آدم با دو کس ممکن نیست با وای 3 تا داشته با وای رهبر قسم تربیتی هم بوده. نیه؟ دستاش پیش به طرف خانه من آمده ایستاد است. گفتم هر چی باشه همین بچه چی بالا کرده گیتا. گفتم که فیض الله اجم نخسته. اونجا لب دادا جان. گفتم تو چند روز شد اکادمی درس نرسیدی؟ گفت که 2 هفته. گفتم گوریز. چه کردی آمسا دای؟ چیا؟ دادا شما گوریزید من شرمنده نیستم. حیرانش گفتم چی با؟ چه؟ من کوراتورا گفتم که دادام مردن و 2 هفته منو جواب دید. فرزندی بعد داغ پدر گفتن. تربیت کردن در کار. باور کن. لیکن هر روز نریگری شهر دیچ که آبادی دیدی، پیشروی دیدی، تمام کوچه های دیدی. با بخش ملیسا میگه شگفته ای. ملیسا هم خوشرو میکشیده یا. چه بین ها؟ همین جایی ولی واسه پیشیدم زنم چه شما خوشرو بدید من ناف خیت کردم گفته. نه؟ در خدای حسن جمال بینه، زیبایی را بین سردار. روز به روز نریگری. حال با یک خبری نو شنیدم. چه خبر؟ طرف خونی زرک شده شده. دوشنبه با. دوشنبه با. واه! در آمدنش بی پول. اوقات یکم دویم بی پول. تمام نوشاکی‌ها بی پول. بعد وای موسیقی بی پول. با اگر کدام راهش دور باشد اگر خودش باشد با مهمانخانه جدا کرده بودیم. یک از دیوان دو کاسه براحت خوب کند. ها با سحر با خوراک سحری میدونیم با ماشین با شینونده بدن خانه‌ش میبردیم با $100 میتودیم. میبخشید شما تو نمود طرفخانه رفتگین؟ نه نرفتیم ولی. ای کجا میدونی اینا بود؟ ای دین یانگیت که فوخی. استا ای بچه استا بس فخمم آدم نمیدونم خودمون یک بار 2 بار ای بالا میدونی خودت ای بالا میدونی آدم رو تلا میکنی های رفت سردار اون اونجا نکن زدن میارن تام طرفا استا نکن زدن سردار نصیحت کرده آوردن است چی گپ چی نقطه کیم کی با مانند بخیلی یعنی شوبای خودمون تست خبر میگیریم چی نقطه فهمیدم شناختم تو مزه نیست می یک ماه شد چراغا را سرخ میگذره آخه میگه کی سرخ میگذره که گپ نزن ساغرای می مردک ساغرای ساغرا رفیق سردار 4 بار او شد برو اومدی با هم خیلی میکنی تو ها ساغرای ما ساغرای پلاش ساغرا را نگاه کن رفیق سردار چی گپ تو چی در دوری همین شرطه به خطر به فقط راست ماشینی تو آخه او کامera رقم ایزات حرمت نکنم یگان بار با کامera پیاده میگذارم تلخم میکفه که نقپم یه روز پیش خود خالی که داشتم سر توفلی ما صورت گرفته گفت که خطا چه گفتم توفلی ما یکا رپوتات کرد یکا توفلی بلند رنگ بالون توفتاز خود میگه که گفتم اکای توفلی بگردن نگرفتم گفتم اکا بگردن مال توفلی تو راست ماشینت هست او شافیارش او تغام بود در سر چنبرک رول تغام بود تو در کجا بودی من مسافر بودم پاساژیر
خب هیچی نگفتیم همه آخه گفتم میگه پول خدمت بارو میگه سرسو میگه تاگوی یه تاگا میگه جو اصلا سرسی تاگاش سرسو بوده پول جریمه همش هم اسپارد یه وجدان ایستونم تاگا سومی نداره که نام بخره در خانه نونا کسر کپ میکنن نخرا نکاو اون نداره نو چلی ما گفتم که تاگا امی سویتافورو امی کامرا برای فایده ما ببین کامرا که ساخت کردن نه صدمه نه اگون مثلا میگم خطاگی است این با فایده ما گفتم سرخ نگذار تاگا میگذارم میگه تاگا دیوانه های باد بو میگذارم با امو سرخم میگم ما تاگا بچه سرخه نگذاریش میگه تاگا دیوانه های ساوز نمیوه میستا میگم ساوز برای گذاشتن سر برای استادن میگه رنگی تاگا دیده دیوانه ها بسیار های میگه ایستا این سر شما چی گپ شد یک بار رفیق سردار علمی دیره بدور نکنید اینقدر داوداو که هیچی نشد می یگان توابدی چینی نمان میلی نمان حتی سپیرت قدی قلمپور ریزه کرده شکیدم یا برای قاق شد رفیق سردار خد چیزی که خدا نداد نریشد باور نکنید رفیق سردار بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه چی؟ بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه مویسر میبرورن بابای کی با بابام طبیب خلقی ای بیامانی تمام طبیبات کدی دلم یخ گشت می طبیبو برای چی؟ یکیش او کدی یکیش الاو کدی با روز دیدم یکیش خداجنی بوده این وقتش ما تانی و بیچاره بدبخت فلامست رو پور کرده امضا موصله یک کدام اونجا بکده بیا خیلی همه مایلش ما باور میکنید دهایت عمرم دیدم که دست کردی توبت میکنم نه دیدم الهی توبه که لاو کردی توبت کنی نشناسته این است مایلش با چی؟ با یک طبیب دیگه وای بخیلم وقتی به حافظ بوده اما دا برو مده سرود کردی توبت میکرده کدام سرود؟ بلا لزاره ساقی من بیاره بلا لزاره سردار بودستند خیلی شکرانه طبیبا همین خیلی بسیار که هر اصول که توبت میکننی اصولی توبت میکردگی بابای تو چخل بود؟ حالی مایلش اینه همه مایلش اینم رنگ همین سیرالوی ترکی باره هر روز یه پوسکی نو برو بسودی دیده دیدم یکی دیگه 2014 چخه؟ دادازش 2 متر شدن پوف کنه گشته مردم همیشه نمیدونم برای هوای رفت کپتن احتیاج شده خیلی طبیبا حذر کنید نه به هر حال اصولش چخل بود؟ بابام شلنگ نداره بابام شلنگ نداره چی؟ ما به هزارم که به هر حال کپتن احتیاج بابام مسئولیت همی طبیعت خود مقصد توبت چی کردی؟ اینا مثال میگم خیلی سر آینه سره همین جورا 500 گرم اصلی توزای خوالینگا میگیری خطی 500 گرم اصلی توزای دنگره رس میکنی بعد چی میشود دست نکنم؟ بعد جورا امو اصلا در افتو میمونی که گرمی میزن اصلا بعد میگیرم اصلا کانتر سپید میرزی بو در سرم خیلی آینه سرم میشکی خیلی بعد اصلا گرفتی شکلی بعد چی؟ بعد همین جورا رد همین طرف خوالی طرف دوشنبه اومدن نگین همین چی پشه حشراتی که پرنده که میپره کو شیرین را نقص ببینه کو اما پشه مشه طرفی میمیسم خیلی سر رو هجوم میکنن سر پری پشه میشه پری پشه میشه خیلی بعد چی پوری پشه شد بعد چی؟ بعد جورا همین ویخی سرش دارم تا یک قرصک قرصک میزنم خیلی خیلی بعد چی قرصک زدی بعد چی؟ بعد پشه میپرن خیلی پرید بعد چی شد نکنم؟ بعد لینگوشو میبونم بالا سرده نرسه قدم توبت دید تو چی اکو سری کپتن مانا پشخانه میکنیم یکو تو یه ما توابت رفتم بابام هم خیلی توابت میکرد توابت یکی ما شکایت داریم چی شکایت داری تو؟ این همی 3 ساعت پیش سگی همسایه ما را گزید کی؟ همی 3 ساعت پیش دکتر رفتی؟ ای کجا دکتر میرم اکا تیز رو 44 تا اوکل کو تست کن که دیوانه میشه تست دفتر اکا یک اوکل 100 تومان ای 45 اوکل 4500 تومان میشوه ای دبا برو مرزون نخالت اکا های گزیدم این سگی خیلی است ما در شهر اومن یگان سگی در جای نمودیم فهمیدی تو روش کردی در کجا بوده این سگی توی گزده سگی کی باشد بایا؟ سگی کدام بیفته؟ 6 ماه شد میگزم اکا 6 سال شد میگزم نام فامیلیت؟ نامی کریم فانور تخلصم جخه رفتیم جخه جخنی میگنم
جاخا تمام سراغا 21 خانه نعمت قرباب کوچه نعمت قرباب نعمت قرار خانه 21 21 تمام همسایه کی اوه همسایه جانوف خنجر جانوف خنجر خانه خانه 22 22 جای کارش میدونی اوه. گازم هازی میرم اونجا عمل 2014 میگه پرپچون کده میبریم ای جای کارش جای کارش میگم جای کارش پالکونی که میلیسای اکا پالکونی که میلیسای روچکا نوریساده کوچ خیلی کده رفیق سردار ما با روچکا دارم روچکا ننویسد ما دارم با یه روچکا اگه روچکا تو نمینویسد روچکا ننویسد اوه خیلی اکا 6 بار مراجعت کردن پیشش مو 6 سردار ده در وقت همین کبی پالکونی که میلیسای روچکاش اونا می نوشته کوا تو چی پخ کردی تو ما پخ نکردم. برگرد مخکم کن بچه